درباره من نشستگی کاملی جان بردیوف دوست عزیزی من برادر قدردانی من بعد این طرفی دستی راستم سنت الله میرزایوف بچه همین یک سطل او میخونه که ایدمی بله کی تو میشه برادر راه نزن و موسیقی چه میشه نخواد در یکی کلان اون نیارین خمون دو جوان تو من باوری نداری تو میدانی که ما چه خیلی بچه‌ایم یک چپ همسایه گوشی به مزه پختنگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز برادران قدردان و پادپیسچیکای گرامی قدر اینک دوستان عزیز درباره من نشستگی کاملی جان بردیوف دوست عزیزی من برادر قدردانی من بعد این طرفی دستی راستم سنت الله میرزایوف بوجا نگفتی کو؟ بوجا جان ده هم جو همیا که زنگ میزد لبای بوجا خاک گو کنجورو رو نفت نمیره بوجا را و هم کورسوی عزیزم و همچنین چنانه که شما میدونید حجمنگاران گروهی عربشاه البته که هر وقت میشینیم یادآوری میکنیم از سالهای گذشته من هم یک یادآوری هنوز زد کاملی جان رو زنگ زدم گفتم بیای خاک صحبت کنیم بشینیم یادآوری همین بود که این هم پرچه که تماشا کنه ما پشتمشیم قد چخ کرده میرم توی مکفونم توی پدر گویت که دارم من پیسر در این وقت کریز که شریف در خدمت ما و شما آمدن عرش تاجیکستان جاگم اشب هستیم ها و کو غمگین مرا را هم در آزای رکاب گریفتی که میلتی مانه حیوانی خطر مکه انا دوستان عزیز یک روزی امو به او احساسات گفتن نمیشه همین خبر بود که در دهه سنتوده این فیلم بنوار گرفته استفاده دوستان عزیز بعد واشی همسایه ها هم جمع شدن و توی نبود همه خیلی ما که میرفتیم همون شب روز همه ای دوست داری شما گرد ما در جمع شدن که خیلی خلق ما مردم ما دهه سنتوده همه خیلی که سند دوستان در جمع شدن ما در جمع شدیم توی تشکیل کردیم خیلی هم او را کینو هم بگیم کینو نبوده که مقصد او یه لحظه‌ای بود که مردم همون سالا تشنه همین خنده بودن بله میخواستن که همین چیزا بسیار باشه لیکن ما از حسابی که به پروفسیونالیسم ما را خیلی که ما هیچ وقت کینو گفتن نمیتونیم چون که فیلم گفتن نمیتونیم چون که درون پروفسیونالیسم نبود او یه چیزی بود که ما پیش خودمون برای نمی مردم رنگ اسپکتاکل بود بگیم ما پرچه همه رو پیوست کردیم شید یک فیلم ما شما تا بگم بعد زمانی که مردم جدی قبول کردن تا که توی توی رفته هم مدام که فیلم باشه اونم جدیانه آخه ما نگاه ما تئاتر گرفتیم ای صحنه‌ای که اوبایده شودروان اوبایده رجب بود لطفا دولت فیلم می‌کردن که زنی آهنی این خایبایو گرفتیم این هر شاخه ها گرفتیم نه کینو کردیم و نه یک کینو کمدیا بوریم هم خیلی اندرشته باشید خلاصه لوبی تیلیسکی ها خلاصه گپ همینجاش جای خنده‌ور بود که این در حقیقت همین کار شده که او بچه رو اوچش میگه که ای بچه‌م بخیر میگم همجا دنگری توی اینجا توی نبوده همسایه اگم توی خبر نکردن چی دنگر رفته چی گپای بخیر برو بچه‌م برای خوش بخزن دولت نام داره اونا دولتی معلم حسن میگیم اوتش معلم حسنه دولت ایجاش میخزونه میگه که اوچش میخزونه میگه بچه‌م برو اونجا چی گپای دنگر توی نبود میگه جرانگی توی چی هست چی باشه برا او بچه‌م که خول میخزه میگه که همین وقتی که باید جمع میشه بچهای خولیگان و همون جوانای خولیگان در اگه سناریوی ما هم خیلی بود که توی باید وایرون کنن حافظا رو بزنن بعد این هم میای همین وقت میای که جنگ رفته است واه میگه اینجا جنگ میاد اومد رو اینو میبینه شینوس رو میبینه شینوس یا همین کمیل بیچاره رو میبینه کی نو شینوس همین یا قرب شد ای بچه بس نگاه میکنم کمیل هم بهش وای زده است گروم زده است
گیرید آقا جارش کن طرف جار برو افغانو میدم دستیون کن من نیاز نیست بود همین جار دو ما دیگه فقط هوشم با همیشه در اینو بگم یک شطرنج انجام و زد کلی تاولا کن دورش برو رفتم همین از است با بچه رو خبر میگه بچه چیکار میکنی تو میگه اکل کی اومده اینجا جنگ است میگم موقع اینجا کینو سیم کنید با فهمده اکل بخشش اینجا کینو بوده میگه ما خول بودیم خیلی من جنگ این خیلی حالات در اصل شدگی بسیار عالی خب ما چی رو در خاطر مستکی با کامیجان چی در خاطر دست این سنت روجان نگاه در خاطر تو باشه در یک صحنه در کخ بارباد برآمد میکردیم اگر باید باشه من سعدی و خودت بفکرم با بازی کرده سعدی همین حالت ها داد ما خیلی سعدی گپ زدم هر مونولوگ مون رفتیم دیالوگ مون رفتیم بخشش رفتیم همین حالت داد همین دو سالات برآمد این مومنتی برآمدنش نبود ممکن خیلی بشه شک میشه مومنتی همین حالتی برآمدنش نبود برآمد با این نگاه داد دور آمدن خیلی دیگه که پیما دنی مرامون ما تو خیمه علی بچه ما میوم نه کنسرت خدماتی بهرام غفوری بود شاید یا صحنه دیگه در باید زد در کوخی چی بود که برآمد کردیم ما رول پیانو باید بازی میکردم در کنسرت وای بود امو خدمت در کوخی جمعی استاد ایمان سوال سعدی جان اسماعیلوف انا سعدی اسماعیلوف خاطی او رول پدر باید بازی میکردم من رول پیانو همین رول پیانو دور اومدم بازی کردم همین یک گپ ایادم بر اومده اگه من باید جواب بگم سعدی در باید گپ بتم او باید جواب گپ مرا بگردونم من باید بگم که او جان کردیسه که اینا در خونه یکم چینم تلویزیون رو فروختی رادیو رو فروختی خلاده نیکم فروختی دیگه و دیگه فروختی یکم چین نمونده خونه ده هم خیلی بگم من باید بگم کی شما همین گپ گم کردم یک سعدی اسماعیل خود زگان که شما گفتنی که من کیو نه مثلا این وقت باید پیو میگم که باید گفته سر وقت داره که این بخشین شما کیه همین گپ من گفتم تو گفتنی که من کیو زنده باشه کامل جان با یک لحظه دیگر جهت ماست شام تورید بود مرغدزی نکرد داری چند مرغخونه خیلی دهنش معده گفته میدرای کن به بچه ما چخیر میدرام میشه من نمیخونم گفتم تام دزدی کانکریت بدرو دزدی کو در تو باشه در دو ماست همون حالتی چی شدم میاد باید بدرم وقتی سیام کردم بدرم باید همون قبل دزدم در اومدم دوم درس کردم مخی میگم من خانتان زد چم خیلی چان خوب چشمو محکم شد میگم ببرم نمیشه خیر بعد باید کار کنیم برام اون خیلی اینجا هر پارچه مرغدزی رو میمونم برای شما تماشا کنیم برادرها بله دوستای عزیز هر جا همه چی را فراموش نشه آیات مون نبره گفته با می نویسیم در هر جا همون کینو فیلمات مون می نویسیم با ایره شهر نویسندگی بده این شهر نه ایجادکار دیگه یوخه همین نباشه در همین سناریو اون جای قند زدن و همون چون نبود همین خیلی بود تو شهر بودی هم خیلی اونجا در جنگ بود تو باید می اومدی خلاص میکردی فقط می برآمدم مثلا مردم وقتی گویا که زاده همون قشلاقی باید آدمای خطانه ما حافظا رو ما رو زده استیم باید خلاص میکردی بجای بیا خلاص کنم و بجای بیا خلاص کنی ایدو میستاده چه قدی خافیت قدی زده است روزی که اوجا دارم پورتماگر دیده باشه یک وقت کردم برای که ما سروسیما وقتی که زنگ زدیم ما را بیام من روزی هیچی نخوردم پورت دیدم در نظر مشتریان تو بعد اما حالتی که کانفلیکت کردی زدم و یه حالتی بود که مردم قبول کردن وقتی که مردم دیدن که اینجا در رفتارهای خودمان و بازی‌های خودمان بعد همین وقت کانفلیکت کردی زدم من نیو کردم مردم حالتش کردم من خیلی کردم در صحنه در فیلم نیست مثلا من خیلی کردم در صحنه دیدم که مردم که همین قبول کردن کانفلیکت کردی زدم هم خندید من خیلی کردم برای مردم هم به صحنه کردیم نه که ای برو ما کامera سیام کرده شده همون حالات دیگه دیگه شب سپارت گفتن تمام همین هم سوزه و راستی گپ در اینجا یک چیز دیگه رو یادآوری کنیم شادروان استاد بابای فایز در کینوی ما بود در کینوی میذاری خیلی برای میخره کو خیلی خدا جوش جنت کنه حوزی کرسر سراوش کنه استاد عزیزم بهترین شخص بود زنده باشین برادرای عزیز و من خلاصه اومدم که هر وقت شما در کامنتر بنویسین چی فیلم ها چی صحنه ها کدام صحنه‌هایی که برآمد کردیم البته که در گرد اطراف همون سخنرانی می‌کنیم هر وقتی که ما دوستا شب نشینی میکنیم و کوشش میکنیم که برای شما کم ترک از همین شب نشینیامون بنوار بگیریم و یادآوری کنیم و برای همه شما برای مخلصان گروه عرب شو پیشکش کنیم زنده و سربلند باشید خدا یارو مددگارتون این ایران گفتنی باشید سلامت باشید زنده باشید
گوگوش همیشینی میکنیم دوست مراد خطی سنتلا جون خطی هم خیلی سخنرانی میکنیم برای شما کمی تریاد نوشتن هم میگیرین نصیب باشه ان شاء الله برای شما با یکون پورچه و صحنه ناز ایجاد میکنیم سلام باشه بای خدا